عجب جمال داریه آه جمال داریه های بالایی بلند و نونی حال داریه های بالایی بلند و نونی حال داریه های ابروی سیاه و چشمی شهنات مرا چشمی شهنات مرا های برده از هوش و با سوال داریه های برده از هوش و با سوال داریه یارم رفتیه علما در دل من علما در دل من های به سر قدت خالیس این منزل من های به سر قدت خالیس این منزل من های هرگاه سخن از روی زیبایی تو شد روی زیبایی تو شد های مردم همه جمع آیند در محفل من های مردم همه جمع آیند در محفل من های مردم همه جمع آیند در محفل من ستاره نیستم میگفت در وقت زندگانیش، ولی خود بیخبر ماند که چگونه یکی از ستاره های بسیار درخشان، یکی از ستاره های بسیار تابان و دوست داشتنی و صمیمی آسمان صنعت موسیقی ما گردید و در قطار استادانش که بسیار احترام داشت چون اکا شریف جورایف، آدین هاشم و ظفر ناظم از ردیف هنرمندان بسیار دوست داشتنی گردید و عنوان هنرمند خلقی را نیز صاحب شد، نگینه رؤوفова که امروز ما با آوازخوان انسامبل چمن فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف 4 سرود این نفر را بازخوانی خواهیم کرد از جانب صدبرگ حسنова. خوش آمدید، شامتان بخیر. سلامت باشید. دوستان به شما هم درود میگوییم و این باز برنامه خاطره هاست که منظور شما و بسیار رمزی بود که ما برنامه را شروع نمودیم با ربایی های خلقی ایشان. اینچنین بسیار رمزی بود که ما از شما را دعوت نمودیم و این برنامه برای بازخوانی کردن سرودهای استاد نگینه رؤوفova چون هنر ایجادی خود را پس از آنی که در محفل‌های هوسکاری شروع کرده بودند، نخستین مراتب اول آمدند به انسامبل چمن. پس آن رفتند به کمیته و در دیگر جایها نیز فعالیت کردند. انسامبلی که من در اینجا کار میکنم، وقتی که به کار آمدم بعدتر فهمیدم که اپای نگینه کار و فعالیتشان را از همین انسامبل شروع کرده بودند. و گمان میکنم در این انسامبل فعالیت کردن این زنی صاحب سلیقه، زنی خوش صدا یک فخر و افتخار است تا حال برای همین انسامبل. بله. وقتی نظر میکنیم نوارها را میبینیم یک زنی صاحب سلیقه با وقار همیشه به تن دارند لباسهای تاجیکانه را. بله، لباسهای ملی همه وقت به تن داشتن. حتی تاقی نیست به همون موافق. هر یک سرودی که میخوندن لباس ملی با تاقی. بیشتر کدام خصلتشان به شما؟ من از خوردی مخلص اپای نگینه بودم. بیشتر خصلت خاکساریشان به من معقول بود. بسیار سخنرانیشون، لهجه‌ای که با لهجه همین تاجیکی گپ زنیشون من بسیار دوست می داشتم. بله، بسیار زنی با وقار بودند و هر وقتی که سخن میگفتند نوبسته از آنی که یک بانو بودند یک سیاستدار بودند. بله. خیلی در بالا قید کردیم ما رمزی است که برنامه را با رباعیات شروع کردیم چون میدونیم در کلوار ایجادیات نگینه رؤوفova سرودهای خلقی بسیار است و بیشتر میپسندیدن سرودهای خلقی را، زمزمه میکردن خصوصا رباعیات را. چه خاطره ها دارید از همین سرود، از همین رباعیاتی که حالا سرودید؟ وقتی که دانشجو بودم در دانشکده هنرهای زیبا این سرود را میخوندم. بیشتر در محفل ها، در مرکه ها میخوندم. سرودهای نگینه رؤوف را بیشتر دوست می‌داشتید. بله. باری نخست کی شناس شدید؟ باری نخست یک وقت در یک محفل در یک مرکه بودم که اپای نگینه همونجا هنرنمایی میکردن، همونجا به شناس شدم. هم صحبت شدید؟ هم صحبت شدیم. بسیار نصیحت ها کردن. آید لباس های ملی نصیحت ها کردن. هر وقتی که واقعا هم سخن آید لباس میرفت
نیگینا راوپووا میگفتند که زنی تاجیک باید همیشه به تن داشته باشد لباس لباسی ملی را داشته باشد. بله. باز چی ها آموخته از نیگینا راوپووا که تا حال آن را برای پیشرفت برای موفق شدن استفاده میکنید در جاده صنعت؟ من بیشتر طرز آوازخوانی بعد سخنی بالا استاد اپاینگینا همه وقت سخنی بالا را انتخاب میکردن. متن سرود، متن شعر، متن آهنگ، نوزوکی آهنگ من از اپاینگینا آموختم. در کلواری برنامه باید بگویم که امروز تنها سرودهای خلقی است. بله. سرودهای رقصی است، سرودهای شوخ است. حالا سرودی پروا مکن آهنگی فرهاد اودینه. تشکر. قربان شما. سلامت باشید. آوازتان خسته نباشد. و اینجا اهمیت دادم وقتی سرود را سرودن به همدیگر گوش میدهید، نظر میکنید، همدیگر را میفهمید، حس میکنید و با چهره خندان، با چهره گشاده سرود میخونید که این هم یکی از خصلت‌های استاد به همین نزدیک است. زیرا همیشه نیگینا راوپووا میگفتند که صنعتکار باید از دل بخواند. بله. و من هر یک سرودم را از دل میخوانم. وقتی که یگان شنونده روبرویت نشسته است تو باید از دل بخوانی. سری خاطره های این سرود چی گفته میتوانید؟ یک وقت در یک محفل زنانه با اپا خورده بودم، اجازت پرسیدم که شما امیجاده من همین سرود خوانم. همین سرود در همون محفل خوانده بودم. گفتن که وقتی که سرود میخوانی، خندیده سرود میخوانی، نه تنها در وقت سرود خوندن، حتی در وقتی که در راه میری، مثال در خانه شتی، در همه جا
آدم باید چهرهش هم وقت خندیده باشد که در وقت سرود خواندن همون خیلی باید سرود میخوانی. یعنی صفت و فطرت زن نیز همین است که این رو نگین رؤوفова درک کرده بودن و همیشه با چهره خندان برآمد میکردن. با چهره خندان میشناسیمش، با چهره خندان به یاد میاریم. اپای نگینه به همه صنعتکاران حق استادی دارن. در یگان محفل نمیبینیم که یگان آوازخوان از ایجادیات اپای نگینه یگان سرود نخونه. باز یک قصه عجیبی دارن. میگویند همیشه باید صنعتکار نسبت مخلصان خود احترام داشته باشد. بله. نابسته از آنه که در کجاست او در محفل است، نفر نزدی او می آید و میگوید که من مخلص شما هستم، همیشه باید عزت کند او را. و همین خیلی روزه نزد این کس یک نفر مخلصشان می آید و میگوید که من به دختران خود فرمایش دادم که بر روی متا صورت شما را تصویر کند و آنها این کار را کردند. من حالا همین صورت را در خانه دارم میگوید. اپای نگینه خرسند میشوند ولی باز روز دعوت میکند این مخلصشان برای آراستن محفل، اما متاسفانه چون روز کم باقی مانده بود نمیتوانند رفت. بعد کمی دلش میرنجد ولی پس از گذشته سالها باز در یک محفل اپای نگینه میبینند که در کنج راست ایستاده تماشا دارد همون مخلص و همین خیلی بلندگویک در دست. اپای نگینه میگویند که همین نفر را سالهای من آزار دادم، نتوانستم محفل آرایش باشم و من در همین جا بین این قدر مردم عذر میپرسم. این از بزرگی ایشان درک میدهد، این از آن درک میدهد که بسیار زنی خاکسار بودن. زنی خاکسار بودن، بله. همه وقت میگفتن که آدم اگر به قله‌های بلندی صنعت، اگر به قله‌های بلندی کدام کسب و هنری نباشد برسد، باید همه وقت خاکسار باشد. خاکساری پیشه کند. خب و زمینی باشد. درست. و اینچنین میگویند که صنعتکار همون وقت معین میگردد تا چه اندازه دوست داشتنی است. پس از 10 ساله هایی که او وفات میکند، پس از 100 ساله هایی که او وفات میکند، وقتی که مردم باز هم سرودهای او را با همون شروع شوق گوش میکنند، پس آن معین میگردد. البته این را بینید که سالیان زیاد است که نگین رؤوفova دیگر ایجاد نمیکنند ولی سرودهایشان باز هم صدا میدهد. باز هم مردم بازخوانی میکنند. هنرمند دوست داشتنی بودن اپای عزیز که تا حالا ایجادیات اون کس رو همه میخواند. یعنی ما گفته میتوانیم که هنرمند اصیل، هنرمند حرفه‌ای و هنرمند خوب و دوست داشتنی شده توانستم. بله. که ما پیروی میکنیم تا امروز. و باز کدام سرود؟ باز حاضر سرود آه جمیده.
نیگینا رئوفова میگفتند که هر یک صنعتکار باید فدایی باشد، فدایی صنعت خود، فدایی هنری خود و صنعت هیچ وقت انسانی سبک را نمیپذیرد، دوست نمیدارد، قبول نمیکند و همین گونه مردم نیست. اگر ما امروز به دل مردم جای گیریم پس فردا هم آنها یاد میکنند و این را ببینید که ما امروز یاد میکنیم، ما امروز خاطره های نیک داریم، ما امروز سرودهایشان را باری دیگر زمزمه میکنیم. من وقتی که در مکتب میانه میخوندم، وقتی که جشن عید غلبه رو جشن میگرفتن، در همون سالها من همین سرود اسکر بچه اپای نگینه رو در کنکورس ها میخوندم. آن وقت خیلی این سرود در مود بود. بله، اسکر بچه. مردم بیشتر سرودهای اپا را بینید که با چقدر حسیات بلند قبول میکردن. حتی وقتی خوندنشون تالارهای پر آدم، سر آدم، خیلی اپا را با ذوق بلند قبول میکردند. وقتی که یگون محفل دم اگر یگون وقت برآمد کنم محفل های زنانه در شینم، حتما یگون کس یگون تا از اپای نگینه خونه سرود یکم خوندگی رو بایوتای بیشتر طلب میکنن، رو بایوتای اپای نگینه خونه تا حال احترام میکنن، اخلاص دارن براشون و ما باور داریم که انا همین احترام، انا همین اخلاص با گذشت سال بیشتر میگردد و کم نه. با گذشت سال باز هم جوانان رو میآورند به ایجادیات این کسب و باز هم بین مردم شهرت و شان این نفر بسیارتر میگردد. بله. البته با واسطه بازخوانی نمودنی چنین سرودها و در آخر گمان میکنم گل دانه دانه. بله. همینش مانده است. گل دانه دانه. خب بیاید پیش از آنکه این سرود صدا میدهد بازخوانی میشود دربارش کمی حرف بزنیم. پس آن سرود را منظور بیننده گردانیم. این سرود هم سرود خلقی است، روایت‌های خلقی است. این سرود را اپای نگینه با همراهی مستانه ارگش و خواندگی انگوش کردگی من، یعنی با نفره که ثبتاشون هم هستن، با نفره که بسیار برایشان عزیز بود، دوستی قرین بودند، دوستی قرین بودند. در کدام محفله که باشند هر دوشان یک جایه بودند، حتی در سفرهای بیرون از کشور نیز. و بیایید این سرود را منظور بیننده میگردانیم. پس آن خیر خوش میکنیم.
باشد و شرابی ناب تو جوانی و شبی مهتاب تو زبانی ناله های نی میگوید عذاب این دلی ناتاب تو زبانی ناله های نی میگوید عذاب این دلی ناتاب تو تا دلش در تپش بود سرود خواند. چون تقدیرش را گویا قبلا میدانست گفته بود من سنت را کارم را به حد دوست می‌دارم و تا آن دمی که دلم تپش دارد سرود می‌خوانم. هنرمند خلقی تاجیکستان نگین رؤوفова که امروز گمان میکنم توانستیم روحی بیننده را، طبع بیننده را بالیده گردانیم با بازخوانی کردن یک چند تا سرودهایشان. البته از جانب انسامبل چمنی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام یکاشریف جورایف، اینچنین آوازخوان این انسامبل صدبرگ حسنова. بار دیگر هر یک شما را خوش آمدید میگویم. سلامت باشید. با همین بیننده بسیار گرامی برنامه خاطره ها را این شام جنبست میکنیم. خانه آباد باشید.